یک بار برای همیشه روتین پوستی اصلا چی هست؟ بیا به زبان ساده بگم. اصلی ترین پوینتش آبرسانی عمیق پوسته. چرا؟ چون پوستی که لایه‌های زیرینش رطوبت رسانی و تغذیه شده باشه خب قطعاً آرزوی پوستی رو کمتر به سطح پوست میده و سد دفاعیش قویه. اول یه شوینده خوب لازم داریم که آلودگی ها رو از سطح پوستمون بشوره و ببره. بعدش اولین چیزی که به پوستمون میخورونیم آبه. آبی که ساعتم رو باهاش میشوریم، نه، آب مخصوص پوست که اسمش هست تونر. مرحله سوم سرم یا آمپوله که بافتش از تونر کمی غلیظ‌تره. کلا محصولات رو از رقیق به غلیظ میزنیم. مرحله چهارم که خیلی مهمه کرم دور چشمه که حساس ترین پوست رو تو صورت داره. نذارید خوش بمونه که زود چروک میافته. و اما مرحله آخر کرم رو میزنی که هر چی آب به پوستت خوردی رو تو تله بندازه که قشنگ اون لایه های پایین برات آبرسانی کنه. و اما مهمترین بخش نهایی رو تو کپشن برات نوشتم، حتما بخونه.